تازه از مسافرت اومدی خونه تمیزه. اصلا لذت زندگی رو بود از اینکه خونه تمیز بود، از اینکه درسته دیگه تمیز بود دیگه. خدای نگاه کن الان، بذار من نگاه گذاشتم دیگه. اومد خونه رو کاملا تمیز دید. الان سلام و درود به شما دوستان گرامی. بچه‌ها هنوز مدارس و اینجور داستانا هست. اینو نگاه کنید، بذارید بهتون نشون بدم. پشت سرم این می‌بینید اینو؟ پدر من یه زمانی اینا رو تعمیر می‌کرد، پودر می‌کرد، بعد میرخت پایین. خب میرختشون پایین و می‌بستشون چون ندوستنش، مثلا شبا که میره. داستانه رو همیشه داشت. من خیلی واسم تعجب بود که یه وسیله به این بزرگی رو این مثلا باز میکنه کامل، بعد پودرش میکنه که دوباره درستش میکنه میذاری سر جاش دیگه. خیلی برام جالب بود. همیشه دارم حالا تستش میکنم اینو. تست. چند تا چیز می‌خواستم بگیریم. خدا کنه صدام تو افتاده باشه. این سوپرمارکت. کلا خانوادتا ما بیشتر کارهای تخصصی رو انتخاب میکنیم، کارهایی که فن داشته باشه. حالا مثلا خواهر من آرایشگره، من خودم ادیتورم، این کارو ما انجام میدیم. پدرم مکانیک بوده. بیشتر توی خانواده‌مون هممون کارهای تکنیکی رو انجام میدیم. گرمه. همیشه دوستش میدونه اینا رو امتحان کنم. بستنی ترش، خدایی بستنی جواب. یه زمانی تا باورتون نشه روی ساختمون کار میکردم، پشت دستگاه فوم بتون می‌نشستم. مثلا باید کف قاطی میکردی، آب و به اضافه بتون و فوم بتون میشد برای کف ساختمون. تجربه جالبی هم بود. اول گلاشی، بعد سنگاشی.